یک روز ما با فلکه به کار رفته بودیم، یک قهدری جانی آمد گفت کار میکنی؟ گفتیم که آری ما کار هستیم. پس چی است؟ ما با فلکه ایستاده ایم برای کار است. ما را بر موتور سوار کرد، با سرعت خدا میرفت که در راه موتورش چاس و پاس میکرد. گفتیم این چی است؟ گفت این ساسات است. ما را به باغی برد، ما ایستاده بودیم. گفت چرا ایستاده ای؟ گفتیم چه کار کنیم؟ خب بیلی کلنگی. گفت بیل کار نیست، تمام کنده کن. گفتیم تمام که کنده کنیم که شرف ما میروی، چی کار است؟ گفت شاگو بدای کرد، گفت قفش کوسکش تمام کنده کن. ما از طرف تمام کنده کردیم، یک بار دو بار سی بار ما را کرد است. تمام آمدیم بالکش کنیم. گفت چکار میکنی؟ گفتیم خود دیگه کار تمام است، بلند نمیشد دیگه، نمیتانی بکنی. گفت خفش و کوسکش پایین کش کن که مهمان زیاد است. خلاصه میگفت به در نگاه کردم، دیدم های موتور چاس و پاس میکرد، های آدم میمادن، های مرا میکردن.